22 فروردین 1395 ستایش قریشی دختر بچه افغان تبار تو خیرآباد ورامین از خونه بیرون میره. اون میخواست بستنی بخره اما متاسفانه هیچ وقت به خونه برنگشت. چند روز بعدش جسد دخترک تو خونه همسایه کشف میشه. گفته میشه قاتل در ابتدا تلاش کرد جسد رو با اسید بسوزونه. قاتل فقط 16 سال داشت. تمامی تصاویر، فوتیج ها و حتی صدای راوی این کارتون رو بچه‌ها ابزارهای گوگل واسم ساختن. با من همراه باشید تو این جلسه تا یاد بگیریم چطور ساخته میشه. دلم میخواد از جالبترین قسمت کار شروع کنیم بچه‌ها، از صدا. من برای ساخت صدای راوی از گوگل AI استودیو منوی جنریت مدیا استفاده کردم. اینجا یه ابزار رایگان تبدیل متن به صدا دارید که اسمش جمینی اسپیچ جنریشنه. کارش خیلی درسته. کافیه سینگل اسپیکر آدیو رو انتخاب بکنید. مدل همین جمینی پرو 2.5 قابل قبوله و صدا هم اگه دوست دارید صدای راوی من رو داشته باشید از مدل فنریا استفاده کنید. تمپرچرش رو هم روی 0.95 من قرار دادم خودم. اگه این رو کم و زیاد بکنید تون و لحن این صدا پیشو در واقع عوض میشه. به سلیقه خودتون برسید. و بعد هم کافیه سناریو وارد داستان بشه تو این قسمت و در نهایت اجرا. یکم باید منتظر مون تا صدا رو آماده کنه واسمون گوگل. میتونم بگم که امروز دقیق‌تر از همیشه هوش مصنوعی فارسی صحبت میکنه واسمون و هیچ وقت با این کیفیت یه تک نمیتونست چون سناریو رو بخونه از 0 تا 100. باید اعراب گذاری میکردیم، واسش سکوت رو مشخص میکردیم، 100 جور باید منتش رو میکشیدیم تا به این خروجی برسیم. اما امروز داستان متفاوت شده. یکم بشنوید، کارش رو ببینید. 22 فروردین 1395 ستایش قریشی دختر بچه افغان تبار مورد بعدی برای ساخت چنین ویدیویی یه سناریوی درجه خوبه. فرض رو بر این بگیرید که نیچ من فکت‌های عجیب و حالا حوادثه و ویژه کامیونیتی فارسی زبانه. اوکی؟ اونم محتوای شورت، چون سناریوم بسیار کوتاه بود همونطور که دیدید. حالا سناریو از کجا میاد؟ از ریسرچ بچه‌ها، از تحقیقات. اصلا تحقیقات جزء جدا نشدنی از فرآیند تولید محتواست. خیلی شما جدیش بگیرید. حالا جریان ستایش قریشی خب یه جریان معروفیه. من به حافظه خودم رجوع کردم. اما اگه بخوام از فردا تو همین نیچ توپ بزنم به صورت حرفه‌ای، در ابتدا باید غرق اطلاعات شم. روز و شبم باید مثل کارآگاه باشه که پرونده‌های جنایی مختلف کشور رو از مطبوعات، یوتیوب و سایر رسانه‌ها مرور میکنه. با هوش مصنوعی تحقیقات جامع انجام میده و این شکلیه که بعد از یه مدت من ممکنه صدها سوژه درجه یک رو خلق کنم و تو حافظم داشته باشم یا یه جا نوشته باشم. وقتی که به سوژه مد نظر میرسیم، حالا کافیه به ابزاری مثل جی پی تی بگیم که آقا اینو تبدیل به یک سناریو شورت کن دیگه، کاری نداره واسش که. من بچه‌ها در نهایت سناریو خروجی رو چند بار میخونم تا به بهترین اسکریپت یا سناریو ممکن برسم که تو کوتاه‌ترین زمان ممکن مخاطب رو شوک کنه، نگهش داره پای این ویدیو و این در واقع کل ماجراست. هر چقدر سناریو جذاب‌تر باشه، عجیب‌تر باشه، ویدیو قوام‌تره. مرحله بعد طراحی عزیزای دل من از استایل کریپی کارتون استفاده کردم برای خلق این آثار. شما باید قسمت قبل این آموزش رو ببینید تا دنیای ویدیوهای کریپی رو بهتر بشناسید و درکشون کنید که چه ترندیه، چه فضاییه. کریپی یه جورایی فاز عجیبی داره دیگه، دیدنش حال میده اصلا. اول از ساخت بک‌گراند ها بازی شروع شد. فرم خیلی ساده است. ابزار گوگل ویسک، مولد تبدیل عکس رایگان گوگل، میتونه چنین تصاویری واسه ما خلق بکنه. بیس پرامپت من این بودش که بهش بگم آقا کریپی استایل میخوام، مثلا واسش انگلیسی نوشتم. تصویر بک‌گراند میخوام، اینم واسش مشخص کردم و بعدم موضوع یا حالا تاپیکی که مد نظرمه. مثلا چه میدونم یه کوچه قدیمی تو تهران امروزی. حالا تکلیف مشخصه، یه کارتون کریپی بهم میده به عنوان بک‌گراند، تو سوژه کارو نوشتم خلق شده و میتونم تو اثر خودش استفاده کنم. من بچه‌ها تمامی بک‌گراند ها رو با توجه به سناریو و موضوعی که داریم حالا تعریف میکنیم به این شکل در واقع با گوگل ویسک آماده کردم و همه پرامپت ها رو هم سعی میکنم واسهتون بنویسم تا بیشتر یاد بگیرید که حالا چطور خلق شدن. بعد از ساخت بک‌گراند میریم سراغ ساخت شخصیت ها. کار قشنگی که میشه اینجا کرد اینه که از عکس‌های واقعی بخوایم ایده بگیریم برای ساخت این کارتون، یعنی عکس‌های واقعی رو کریپیشون کنیم. مثلا در ابتدا من عکس زیبای دختر
افغانستانیمون ستایش رو تبدیل به یک کارتون کریپی کردم. چطور؟ با چت جی پی تی عکس ستایش رو بهش دادم و گفتم آقا یه کارتون 2 بعدی میخوام به سبس کریپی استایل با پس زمینه آبی برای جدا کردن راحت‌تر کاراکتر. اینجا از جی پی تی استفاده کردم، فکر کردم دم دست سر. وقتی به سمپل اولیه حالا میرسم دیگه استادید خودتون، با نانو بنانا ما باید پست های دیگه ای ازش رو بسازیم، از بغل، از پشت و هر حالت دیگه ای که حالا نیاز باشه. چطور از نانو بنانا باید استفاده کرد؟ از گوگل AI استودیو میتونید به نانو بنانا برسید، از جنریت مدیا این بار نانو بنانا رو انتخاب بکنید و مرحله بعد هم عکس سمپل بهش بدید و بگید که آقا من پوز مثلا پشت این کاراکتر رو میخوام، مثلا فارسی واسش بنویسید، این اجرا میکنه. البته این رو بگم که خود من این روزها با نانو بنانای گوگل AI استودیو مشکل جدی دارم، هی جنریتورمو فیل میکنه و اغلب از LMRNA برای استفاده از نانو بنانا استفاده میکنم. تو این پلتفرم از قسمت دایرکت شما میتونید با جمینای 2.5 فلش کار کنید که همون نانو بناناه. اوکی، اسم اصلیش اینه. اینجا دردسر به نسبت حداقل برای من کمتر. حتی خود قاتل بچه‌ها از تصویر واقعیش من الهام گرفتم و کمک گرفتم و دقیقا مثل ستایش اینجا هم جی پی تی تصویر اولیه رو بهم داده، بعد نانو بنانا پوزهای مختلفی رو ساخته. گفتم حالا دستش مثلا دستبند باشه، از پشت جلو و خیلی جالبه. امروز ساخت انیمیشن راحت تر از هر دوره دیگه ای شده. برای ساخت تصویر پلیس هم دیگه عکس واقعی مرجبش ندادم بچه‌ها، فقط تاکید کردم که به جی پی تی گفتم تصویر کریپی یه پلیس ایرانی رو میخوام. امروز جی پی تی و سایر ابزارها میدونن که پلیس ایرانی لباسش چه شکلیه، ظاهرش چه شکلیه، خوبم در آورد. مرحله بعد به نظرم کارگردانی اثره. من یک سری بک‌گراند دارم و یک سری کاراکتر. تو موبایل با ابزاری مثل کپ کات بچه‌ها شما میتونی بک‌گراند رو اضافه کنی به ماجرا و حالا هر جایی که دلت میخواد کاراکتر رو قرار بدی. بعد با ابزار حذف بک‌گراند آبی کاراکتر رو حذف میکنیم و ازش یه خروجی عکس میگیریم. این در واقع اولین فریم از ویدیو ماست. حتی شاید نیاز باشه تو بعضی از جاهای سردستی به تابلوها بکشید، با فونت فارسی متن فارسی اضافه کنید، ایرانیزش بکنید و همه اینها تو گوشی موبایل به راحتی امکان پذیر حقیقتا. در نهایت با این کارگردانی دقیق بچه‌ها شما به یک سری استوری بورد میرسی، یعنی داستانت رو داری در قالب تصویر. خب کافیه این تصاویر یه ویژوالی بگیرن، تبدیل به ویدیو بشن و کار در بیاد. این در واقع مرحله آخر فرایند تولید ویدیو بهش میگیم و اتفاقا آسان‌تر از مراحل دیگه است، چون VO3 کار رو به راحتی در میاره. توی مثال از گوگل فلو به VO3 شما میتونید دسترسی پیدا کنید. باز تاکید میکنم تو جلسات پیش هم گفتم که امروز 100 تا اعتبار رایگان بهتون میده و جالب بدونید که کل ویدیو من با همون 100 تا اعتبار رایگان ساخته شده. اوکی، ما عکس رو بهش میدیم، ترفندینه، عکس رو بهش میدیم و متن مینویسیم که دلمون میخواد مثلا فلان اتفاق بیفته. همین. حالا برگردیم به اکانتی که باش ویدیوها رو ساختم تا دستورات من رو ببینید و بهتر درک کنید. تو دستور اولم بر حسب عادت اومدم انگلیسی پرامپت نوشتم، اما دستور دوم و سوم و چهارم رو فارسی تایپ کردم تا سریعتر بگیرید چی نوشتم یا چی ازش میخوام. زبان فارسی رو هم امروز کامل میفهمه، مشکلی نداره، اما خود من یه مرضی دارم که همش فکر میکنم که انگلیسی بهتره. واقعا هم تو یک سری از اصطلاحات اصلا فارسی نمیشه نوشتن، خیلی سخت میشه با 100 جور بهش توضیح بدی، اما تو زبان انگلیسی یه کلمه کار رو در میاره. با تاکید میکنم که فارسی رو هم خوب میفهمه و کاملا هم جواب دیگه. توی مثالایی که دارید میبینید هیچ مشکلی نداره. تمام. در واقع توی مرحله ما یک سری ویدیو خام داریم، یه صوت داریم و یه موزیک از یوتیوب استودیو هم دانلود کردم که کپی رایت آزاده، موزیکایی که خود یوتیوب میده بهمون. در نهایت هم تدوین دست شما رو میبوسه تو مرحله آخر. برای اینکه بخواید با تدوین، خصوصا تدوین موبایلی و نرم افزار کپ کات آشنا بشید، این آموزش رو میتونید پیدا کنید تو کانالم ببینید. 0 تا 100 رو بهتون توضیح دادم تو کوتاه‌ترین زمان ممکن. مثلا پیچیده نیستش کار با کپ کات و یک کریتور، یه تولید کننده محتوا اصلا نمیتونه بچه‌ها تدوین رو نشناسه. تدوین قسمت مهمی از این شغل هستن. تو نمونه های خارجی بچه‌ها که حالا به سبک کریپی استایل داستان میگن، داستان واقعی فکت میگن، یه متنی رو هم شما وسط صفحه میبینی که این خیلی مهمه، چون خیلی ها اصلا بدون صدا شورت میبینن. اوکی،
این واسه اوناست. این هم مثلا قابلیت دیگه کپکات یا قابلیت اتوماسیون داره واسه کپشن گذاری به صورت اتوماتیک از طریق صوت. حالا متن رو می‌نویسه واسهتون، چیز پیچیده نیست، یه سرچی بکنید یاد میگیرید. خب فکر می‌کنم من اینجا کفایت کنه. خیلی جالبه واسه خود من که با این کیفیت امروز بدون تخصص میشه چنین آثاری رو خلق کرد، بدون تخصص گرافیک، نقاشی دیجیتال. پس باز تاکید میکنم که قدر این فرصت ها رو بدونید به عنوان نسل اول. این خیلی جالبه که شما اولین نسل هستی که این تکنولوژی اصلا دستته. پس بجنبید. دوستتون دارم. تا مشش بعد.